خب امروز میخوایم بریم به کوه زوک شپیتزه. با عرض معذرت اگر که تلفظ رو دقیق آلمانی انجام نمیدم. زوک شپیتزه که یک کوهی هست، بلندترین قله توی کشور آلمان، که در واقع بین کشور آلمان و اتریش هست. این کوه که هم از کشور اتریش میشه به این قله صعود کرد و هم از آلمان. ما الان در یک شهری هستیم به نام گارمیش که شروع راهپیمایی هست برای صعود به این قله، و اینجایی که هستیم استادیوم زمستانی المپیک شهر گارمیش هست که از کنار اینجا کوهپیمایی به سمت زوکشپیتزه شروع میشه. 2 روز خواهد بود. وسط راه یک پناهگاه شب اول رو استراحت میکنیم و روز دوم به طرف قله میریم که وارد راه بشیم برای رفتن به قله. خب اینجا که میرسیم 2 راه وجود داره. یا از این طرف میشه رفت که مجانی هست، اما از رودخونه دور میشین و مناظر زیبایی نداره. این طرف هست که به اصطلاح راه رو یه طوری انجام دادن که از توی آبشار و از کنار آبشار و از کنار رودخونه میره و باید بلیط بخرین و از این قسمت رد بشیم. خب ما حدود 2 ساعتی هست که راه افتادیم و کماکان داریم بالا میریم. شاید حدود 3 ساعت دیگه راهپیمایی داشته باشیم.
کلا برای رسیدن به قله زوکشپیتسه 3 راه وجود داره. یکیش این آسون ترین راهش هست که رینتال روت هست یا رینتال ووک که از توی دره میره و همینطور که میبینین راهش خیلی آسون هست و مثل راه ماشین روی هست خیلی قسمتش و یک مقدار آخرش نزدیک به قله که میشه صعودش زیادتر میشه و سختتر میشه. یک راه دیگه وجود داره که اون راه تکنیکال هست که هولنگن روت هست که یه مقدار صخره نوردی داره، احتیاج داره که وسایل صخره نوردی داشته باشین و ادامه پیدا بکنین. و سومین روت هم هست که روت ایر والد روت هست که از اتریش بالا میرین و اون هم نه به آسونی رینتال روت هست و نه به سختی هولنگر روت. احتمالا ما از اون طرف پایین خواهیم اومد. 2 تا راه رینتال و هولنگر از آلمان میره بالا و ایروالد از اتریش بالا میره. خب ما همطور داریم فعلا ادامه میدیم به پناهگاه رینتالنگر هوته. حدود 1 ساعت و نیم 2 ساعت دیگه مونده. ظاهرا یه پناهگاه دیگه هم قبل از اون هست که شاید اونجا وایسیم یه تهبندی بکنیم به نام باکهوته. اون دیدیم نوشته حدود نیم ساعت دیگه تا باکهوته یه استاپ کوچولو بکنیم و بعد بریم برای رینتالنگر هوته. مناظر هنوز کماکان بسیار بسیار زیبا هست. خب اینجا پایان روز اول رینتالنگر هوته که این سمت راستمونه و رسیدیم. امشب رو قراره اینجا بمونیم. چه جای قشنگی. و فردا بریم برای قله زوکشپیتسه در بلندترین قله کشور آلمان هست که از اون طرف هم بریم پایین به طرف اتریش. این هم رینتالنگر هوته یا هوت 1370 متر. فردا باید برسیم به قله 2962 متر. یک چرخی هم بزنیم و مناظر زیبا رو ببینیم. شاید یه آبتنی هم امشب توی این رودخونه انجام بدیم. خب امروز روز دوم این رینتالنگر هوت یا هوته که ما الان راه میافتیم. دیشب تا صبح بارون می اومد و هوا خیلی ابری هست امروز. منتها خب امیدواریم که بارون نیاد. از ارتفاعی که داریم که الان حدود 1300 متر هست باید بریم تا 2962 متر که قله زوکشپیتسه بلندترین قله کشور آلمان. خب بعد از حدود 2 ساعت از رینتالنگر هوته رسیدیم به کنار هوته or Nor Hute or Norhut with K at the beginning. یه کافی بخوریم، هوا هم داره باز میشه و ادامه بدیم برای قله. خب ما الان از کنار هوته راه افتادیم و
تابلو میگه که 3 ساعت داریم تا قله زوگشپیتزه. خب این 1 ساعت آخرش خیلی تیز هست و قسمت آخرش رو هم روی صخره تناب بستن که دستتون رو میگیرین به صخره میرین بالا. منتها این خیلی تیزه، این قسمت 1 ساعت 1 ساعت و نیم آخرش خیلی تیزه. ما یه خستگی در کردیم که این قسمت رو بریم بالا و اون قسمت صخره‌ایش رو بند کشیدن که بعضی جاها رو دست میگیرین و میریم اونجا قله زوگشپیتزه. خب همونطور که میبینین این 1/2 ساعت آخر که یه مقدار مثل اسکرامبلینگ و راک کلایمبینگ هست. این بندهای سیمانی فولادی رو کشیدن که میتونه کمک کننده باشه و واقعا دانکشه خیلی سرعت کار رو بر بالا و ایمنیه. البته اینجا الان میدونه میشه بدونه بندم راه رفت، منتها بعضی هاش واقعا مقدار مثلا صخره های 2 تا 3 متری داره که اینا رو کمک میکنه با این، مثل اینجا که میبینین یه مقدار کمک کننده است. فکر میکنم اونجا دیگه قله هم داره میره زیر ابر. حدودا یه حد اکثر 1/2 ساعت دیگه داریم تا برسیم به قله. خب ما الان روی تیغه هستیم که به قله منتهی میشه. متاسفانه ابر غلیظی گرفته و نمیشه دید، منتها خیلی جالبه چون مرز بین آلمان و اتریش همین این بندی است که می‌بینی رد شده روی تیغه کوه. سمت راستمون متاسفانه ابریه، سمت راستمون جرمنیه، آلمانه و سمت چپمون اتریشه. منتها حالا امیدوارم تو 10 دقیقه رو ساعت دیگه کمی هوا بازتر بشه مقدار فیلم گرفت. خب اینجا هم قله زوگشپیتزه، بام آلمان، بلندترین و معتبرترین قله آلمان به ارتفاع 2962 متر. متاسفانه و با عرض معذرت کاملا همه جا رو مه گرفته و هیچی قابل دیدن نیست. در واقع قله اصلی اونجاست که ما الان میریم پایین. یه چند تا نردبون هم اینجا هست و از نردبون ها بریم بالا و اونجا چند تا عکس بگیریم که ما قله رو فتح کردیم.